سلام بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی نوید است که مستقیما از تلویزیون سفینه منظورتان می‌نماییم. در استودیو منوچهر محکمов و ملاحت نظر شاهزاده سلام. در ناحیه مسجد رفتی تدبیرهای بنیادکاری و آبادانی و سازندگی از جمله بنیاد صنفخانه‌های علاوگی در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی وسعت داده می‌شود. ساختمان انشاءات نو در حدود ناحیه با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، اقدام‌های صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه و مبلغ‌گذاری شریکان رشد عملی گشته، در نظر است اکثر آنها تا تجلیل جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار گیرند. در ناحیه مسجد بهره به تعلیم و تربیت فرا گرفتن نسل نورس 48 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی برای به تعلیم فرا گرفتن 29419 نفر خواننده، 12 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی با فراگیری 1400 نفر کودکان و در نزد 17 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی مرکز انکشاف کودک با 25 گروه فعالیت می‌نماید. بنابر نورسایی جای نشست و به طلبات زمان معاصر مطابق نمودن شرایط تعلیم با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و شریکان رشد، ساختمان بناهای علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی مرکز ناحیه و جماعت دهات براه مانده شده است. در جماعت دهات آبشاران ناحیه مسجد در دو دهه دو بنای فیلال مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 18 که هر یک برای فراگیری 200 نفر خواننده در دو بست امکانات دارد ساخته شده، عین زمان کارهای تعمیری داخلی بنا ادامه دارد. بناهای قبلی مؤسسه تعلیمی بنا به استفاده سالهای طولانی به طلبات زمان معاصر جوابگو نبوده، بنیاد بناهای نو مجهز با میز و کرسی و واسطه‌های آموزش در سال خوانش نو امکان می‌دهد که شرایط بهتر و سطح و صفت آموزش موافق معیار براه مانده شود. فیلال مؤسسه که در دهه پختکار جایگیر شده است، سالهای دراز از این دهه 3 کیلومتر پیاده به مرکز شهرک میرفتم برای درس خونه. امسال ما از این پرابلم میبریم. من با دستگیری حکومت ناحیه و شعبه معارف ناحیه مؤسسه پرره با میز کرسی ها تامین کرده میشه، تختای صنفی. غیر از این ما باز یک فیلال دیگه هست در مؤسسه در دهه آبشاران دو برای 100 نفر در یک بست، یعنی که مؤسسه ساخته و استفاده داده میشد. برای جای نزدیک همگی 8 صنفخانه پوشیده دادن در دو دهه. این بسیار کاری فراموش نشونده است. در نزد مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 20 جهت بنیاد 4 صنفخانه علاوگی کارهای ساختمانی ادامه دارد. مؤسسه برای فراگیری تا 500 نفر خواننده در دو بست مطابق بوده، عین زمان 950 نفر خواننده تحصیل میکنند و بنیاد بنای علاوگی برای حل مسئله جای نشست تا اندازه مساعدت خواهد کرد. در روند ساختمان بناهای علاوگی ساکنان محلی نیز طریق حشره دست جمعانه سهم گذاری مینمایند. عین زمان بناهای تعلیمی علاوگی بنیاد شده، کارهای داخلی بنا، رنگ و بار و مجهزگردانی با میز و کرسی و عیانت‌های درسی تا سال خوانش نو پرره به انجام رسانیده شده. برای تحصیل خوانندگان و فعالیت آموزگاران شرایط بهتر مهیا می‌گردد. در ناحیه مسجد برای آمادگی خوب به سال خوانش نو تعمیر و آماده‌سازی مؤسسه‌ها ادامه داشته. این تدبیرها با مقصد در سطح بلند و با شرایط خوب تعلیم به تحصیل فرا گرفتن خوانندگان عملی می شود. کارهای تعمیر و آمادگی به سال خوانش در مؤسسه‌های تعلیمی حدود ولایت سوغد تا سنه 25 آگوست ادامه یافته. طبق اطلاع مسئولین عین زمان 60% مؤسسه‌های تعلیمی به قبول خوانندگان آماده می باشند. با مقصد عملی نمودن هدف چهارم استراتژی مملکت صنعتی کنونی با سرعت در شهر و نویه‌ها کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی ساخته به استفاده داده می‌شوند. کارخانه‌های موجوده باشند با وارد نمودن تکنولوژی‌های نو استحصال محصولات صنعتی را زیاد نموده جایهای نوی کاری برای شهروندان مهیا می‌سازند. کارگاه و کارخانه‌های استحصال نمک در ناحیه میر سعید علی حمدانی در نزد کان نمک خواجه مومن فعالیت می‌کنند و همه روزه مقدار ضروری محصولات استحصال می‌نمایند. از رفت این کارخانه ها همکارانمان شیرینجان سفرزاده و سیفالدین اسماعیلوف گزارش می‌دهند.
کوני نمک خوجامومین در بین ناحیه‌های وسیع و همدانی جایگیر شده است و از دو پهلوی کن کارگاه و کارخانه‌های صنعتی بنیاد گردیدند. این کارگاه و کارخانه‌ها در نزد کوನಿ نمک حوزه‌های مخصوص آماده نموده در فصل تابستان اشیاء خام را طریق بوغ‌کنی جمع‌آوری می‌نمایند. یعنی از چشمه‌هایی که از کوನಿ نمک جاری می‌شوند در این حوزه‌ها تکشین کرده نمک آشی و تکنیکی استحصال می‌نمایند. کارگاه و کارخانه‌های ناحیه همدانی در حدود جماعت دهاتی مهنت‌آباد جایگیر شدند و بیش از 100 نفر ساکنان را با جای کاری دائمی و موسمی تامین نمودند. در حدود جماعت دهاتی ما زیاده از 10 کارگاه و کارخانه صنعتی موجود می باشد که از آن 10 کارگاهش به بند و بست نمک آشی استحصال نمک آشی تکنیکی مشغول می باشد و طبق نقشه بزیمه خود استحصال نمک دورنمای استحصال نمک خود پورا اجرا نموده و در اساس طلبات‌های بازار و مردم همین نمک استحصال کرده خودشون رو بند و بست کرده به فروش میبرند. راهبران کارگاه و کارخانه مقصد دارند که تجهیزات‌های نوی زمانوی وارد نموده برای خوشصفت نمودن محصولات و بند و بست کردن بر بازارهای حدود جمهوری و صادرات نمودن دولت‌های همسایه کوشش و غیرت کرده ایستادند. جمعیتی دارای محصولاتش محدود نمکدان سه نوعی نمک سوده شده، نمک آشی و نمک تکنیکی استحصال می نماید. در این کارخانه زنان و دختران دهات با برجام کنی مشغول می باشند. کارخانه تمغه استحصالی خود را داشته در بازار و مرکزهای سودای کشور محصولاتش را به سودا می برارد. در تگ کو니 نمک 10 هکتار زمین داریم. در اوج کارکرد اشیاء خام برای آمادگیم و با تکنیک‌ها با завод میاریم. سال 2021 با مبلغ تو ساختمانش 500,000 سوم دا завод تجهیزات آوردیم. کارا برای آمادگیم 16 کارگر داریم. مقصد داریم که از خارج کشور تکنولوژی نو با مبلغ 80,000 سوم شهردام‌ها شدگی باید وارد نماییم و کارکرد اشیاء را خوبتر گردانده با خارج صادرات کنیم. همه روزه در موسم کاری از کارخانه نمکدان صدها بسته نمک خوشصفت پیشنهاد خریداران گردانیده می شود. در کارخانه به صفت محصولات دقت جدی می دهند. کارخانه دیگری استحصالی جمعیتی دارای محصولاتش محدودی علاقه به شمار می رود که دوامی بیش از 20 سال می شود به استحصال نمک مشغول است. با مقصد بهتر نمودن صفت محصولات و رقابت پذیر در بازار، رهبریت کارخانه تجهیزات معاصر وارد نمودند و من بعد کارکرد نمک توسط آن انجام داده می شود. جمعیت دارایش محصولاتش محدودی علاقه از سال 2003 کار فعالیت کرده است. 1 گکتار دینیم گکتار زمین در مقصد استخراج میکنه نمک آشی تکنولوژی نوی زمانوی آوردگی در آینده با خوب بهتر شد نو وکردگیم شهرداری شدگی باید وارد کنیم. محصولات کارخانه ما با طلبات بازار امروزه جوابگو می باشد. محصولات وابسته به طلبات خریداران در برجامه‌های 500-600 گرمه و 1 کیلوگی بندوبست کرده می شوند. نرخ آن نسبت نمک از خارج وارد شونده 3 برابر ارزان است. بندوبست محصولات باشد طریق دستی انجام داده می شود و در این کار زنان و دختران محلی به کار جلب گردیده با معاش خوب تامینند. ما دوام 5 سال اینجا کار میکنیم. اول کار برای ما سخت بود و آهسته سال تا سال کار کردیم. 14-15 دخترک و زنان کار میکنن اینجا. سر محل ما معاش نمیگیریم. امسال با سبب بارانگری‌های زیاد در فصل بهار و آغاز تابستان معرکه استحصال اشیاء خام بیش از 1 ماه نسبت سالهای پیش قفا مانده است و راهبران کارخانه‌ها کوشش دارند تا آخر تابستان مقداری ضروری اشیاء خام را ذخیره نمایند تا کارخانه‌ها منتظم فعالیت خویش را ادامه دهند. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه همدانی برای برنامه نوید. در ناحیه رودکی جهت استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد و برقرارسازی بیش از 369 انشاءات در نظر داشته شده است. تا امروز اکثر انشاءات تعییناتشان گوناگون بنیاد گردیده، در باقی مانده انشاءات کارهای سازندگی با مرام ادامه دارند. ساختمان راه دهه کشاورز جماعت دهاتی زینب‌آباد ناحیه نیز یکی از بندهای طرحریزی شده بخشیده به این سنه بود که بعد از تجدید مورد استفاده قرار داده شد. گزارش همکارانمان در این خصوص.
ҳамин роҳ ки масофааш ҳамагӣ 1.5 километрро ташкил медиҳад дар ҳаёти ҳамарӯзаи бошандагони маҳаллаи кишоварзӣ ноҳияи рӯдакӣ аҳамияти бузург дорад, зеро он маҳалларо ба маркази ноҳия мепайвандад. маҳаллаи кишоварз дар ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир буда дорои беш аз 6300 хоҷагӣ ё 48000 аҳолӣ мебошад. ҳам дар фасли гармо ва ҳам дар фасли дай бошандагони ин минтақа бинобар таъмирталаб будани роҳи байни маҳалла ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешуданд. акнун баъди тасмими асфалтпӯш кардани роҳ ин мушкилиҳо бартараф шуда инфрасохтор дар самти роҳу нақлиёт муҳайё гардид. бо ҷалби сокинон ва шахсони саховатпеша дар марҳилаи аввал 1 километри он асфалтпӯш гардида, дар марҳилаи баъдӣ боқимондаи он пурра таъмир хоҳад шуд. ҳамчунин дар доираи корҳои созандагӣ ба муносибати ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди даромадгоҳи маҳалла бо тарзу усули нави меъморӣ дар назар дошта шудааст, ки ҳамагӣ бо ҷалби сокинон ва шахсони саховатпешаи маҳалла рӯйдаст гирифта хоҳад шуд. иқдом гирифтем ки дар деҳаи кишоварзи ҷамоати зайнабобод зиёда аз 1 километр асфалтпӯш карда ва 500 метри дигарашро идома додани ҳастем ва дар ҷашни 35-солагӣ ин хел иқдомҳоро гирифта ба дигар маҳаллаҳо ҳам идома додани ҳастем ва дар ин деҳаи кишоварз иқдом гирифтем ки бо ҷалби мардум ва баъзе аз шахсони саховатпеша ва одамҳое ки ҳаҷ рафтанӣ буданд ва ин сол онҳо ҳаҷ нарафтанд ва ин маблағҳое ки ба ҳаҷ рафтан буданд ва дар деҳа хайр карданд ва ин 1 километр асфалтпӯш кардем ва ният дорем ки дар деҳаи кишоварз дарвозае ки ба деҳа даромадан мешавад бо тарзи усулҳои муосир онро насб кардани ҳастем. роҳи бунёдгардида 1 километр буда паҳнои он мувофиқ ба стандартҳои роҳсозӣ 4.5 метрро ташкил медиҳад. раванди корҳои таъмири зери назорати мутахассисони соҳаи роҳдорӣ буда тамоми корҳои сохтмонӣ бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ анҷом дода шуд. қобил ба зикри хос аст ки аҳолии 48000 нафараи маҳаллаи кишоварз дар пайравӣ аз сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар бобати ободу зебо гардонидани як гӯшаи диёр ҳиссагузоранд. дар ин замина мардуми сарбаланди ин деҳа дар таъмири муассисаҳои таълимӣ ҳудуди деҳа, кашонидани оби нӯшокӣ, таъмири роҳу пулҳо низ ҳиссаи муносиб доранд. дар ҳақиқат ҳамин роҳ пештараи хеле ҷазир буд. асфали пештарина ҳама чиз ҷазир шуда буд. ҳозир ман сар бо бачаҳо қатъи асфал кардем бо ҳаракат мекунем ки иншоалла эҳсос шавад. бо 500 метри дига ҳастам бо иншоалла асфал мекунем мондагиш. бо ҷое ки ҳаҷ мерафтагиҳо ҳаҷ нарафтанд ҳамин сумиша дамҷа додан ки ҳаминро асфол кунем. дар ҳақиқат инам садақа ҷория ҳисоб мешавад. қобил ба зикр аст ки чунин корҳои ободонию созандагӣ дар ҳама шаҳраку деҳоти ноҳияи рӯдакӣ идома дорад. аз ҷумла ба хотири сазовор истиқбол намудани ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии мамлакат бунёди беш аз 369 иншоот дар назар дошта шудааст, ки корҳои созандагӣ дар ин самт бо маром идома доранд. дар ноҳияи нуробод неъматҳои табиӣ аз ҷумла обу замин мақсаднок истифода карда мешаванд. хоҷагидорон ба парвариши зироатҳои гуногуни кишоварзӣ ба хусус картошка аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир карда талош мекунанд, ки бо истифода аз зарфиятҳои кишоварзӣ маҳсулнокиро афзоиш диҳанд. гузориш дар ин бора. яке аз шуғулҳои асосии сокинони ноҳияи нуробод картошкапарварӣ мебошад, ки ин соҳа боиси пешрафту ободонии минтақа гардидааст. абдуллатиф абдуллаев заминро манбаи асосии даромади хонаводаи худ дониста ҳамасола бо кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ ҳосили фаровон ба даст меорад. аъзои ин хонадон баҳри ба даст овардани ҳосили фаровон заҳмат кашида дар ин замин картошка, сабзӣ, пиёз киш намуда бадин васила зиндагии худро пеш мебарад. 37 сол шуд ки ман дар зироаткорӣ дар деҳқонӣ машғулам. ҳамин замине ки мебинед замини бекорхобидаи як 35 сол 40 сол шуд. ҳаминҷа сангзор буд. қатъи аҳли оилам хестум тоза кардам, картишка кардем. ҳаминҷа дар нақлу нақшҳои хуб дорад. бо умед дорем ки ай ҳамин вориди ҳамин ноҳияро тухмиша таъмин кунем, зиёдтиша ба бозорҳои душанбе ворид кунем. мақсад баъди картишка ҷувори макка дорем, помидор дорем, сабзӣ дорем, лубиё дорем. ҳамин чизоро мо дар ҳаминҷа аз об фаровон ҳозир ман аллакай дар қисми сеюм ови картишка дам. умед дорем ки дар моҳи сентябр мо ҳамин картишкаро вориди бозоро кунем.
جهت اجرای دستور سپارشی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید زیاد نمودن میدانهای کشت کارتوشکا سامانان استفاده نمودن زمینهای نزد حولگی ساکنان ناحیه دست جمعانه زحمت میکشند. ساکنان ناحیه زمینهای نزد حولگیشان را سامانان استفاده برده برای تامین احتیاجات عائله خود در آن همه نمود سبزوات را پرورش مینمایند. در دایره اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ملاقات با فعالان جامعه و خادمان دین جهت مبارزه با تهدید و خطرهای جهانی معاصر در ناحیه واسع با اشتراک رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان با ساکنان همایش دایر گردید. تفصیلات بیشتر در مطلب خواجه نظریف. در ادامه سلسله ملاقات‌های رهبریت مقامات کارهای داخلی ولایت ختلان با اهالی و طبقه‌های کسب و کار گوناگون شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب در ناحیه واسع ملاقات و واخوری آزاد و آشکارا با ساکنان ناحیه برگزار گردید. در این چهاربینی فعالان رئیسان جماعت‌ها از شهرک و دهات، کمیته‌های محله‌ها، رهبران بازارها و مرکزهای خدمت‌رسانی جمعیت خادمان دین، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اشتراک داشتند. سرداری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در آغاز سخنرانی ابراز داشت که این ملاقات و دیگر چهاربینی‌های معرفت حقوقی میلیسیای ختلان در دایره اجرایش دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سنه 9 مارس سال جاری که در ملاقات با فعالان جامعه و خادمان دین جهت مبارزه ضد تهدید و خطرهای جهانی معاصر، جنایت‌های متشکلانه، پیشگیری و شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی، از بین بردن تمایل‌های منفی، ضرورت‌های خلل‌دار کننده ترتیبات عمومی جامعه و امنیت ملی، ریشه‌کن نمودن جنایتکاری بین نورسان جوانان و تربیت آنها در روحیه وطن‌دوستی و افتخار ملی در نزد مقامات حفظ حقوق وظیفه‌داری نموده بودند گذرانیده شد. طبری گفته شد هدف اساسی و آخری این تحکیم بخشیدن همکاری میلیسیا با جامعه بوده و مسئله‌های بلند برداشتن معرفت حقوقی، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی و تاریخی نیاگان، از بین بردن بیگانه پرستی، افراطگرایی و خرافات پرستی در جامعه، تحکیم خودشناسی و خودآگاهی نورسان جوانان، پیشگیری کردارهای ضد حقوقی میان جوانان و در یکجایی با اهل جماعتچگی معین و رفع سبب و شرایط‌های با شامل شوی جوانان به افراطگرایی مساعدت کننده نگرانیده شده است. شریف نظرزاده دایر به تقویت بخشیدن چهاربینی‌های حقوقی در یکجایی با فعالان جامعه شهروندی از جمله گروه‌های کاری زنان با اصول خانه به خانه جهت کاهش دادن وضع نگران کننده جنایتکاری میان ساکنان، ترغیب لباس ملی و از بین بردن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه، پیشگیری از شدت شامل شوی جوانان به تشکیلات و سازمان‌های اکستریمیستی و تروریستی با راه بردن کارهای فهماندهی به وطن برگردانیدن جنایتکاران در جستجوی رسمی قرار داشته و پیروان و طرفداران تشکیلات‌های افراطی که وضع صادرشوی کردارهای ضد حقوقی در ناحیه واسع نسبت به دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در افزایش است با آوردن فکت و دلیل‌های آماری حرف زد. گفته شد که یکی از عامل‌های اساسی ضرورت‌های نامطلوب به ترتیبات حقوقی و امنیت ملی خلل‌دار کننده این بی‌طرفی جامعه فعالان و اطرافیان بوده، ضمناً از استفاده وکالت‌های فعالان جامعه، پیران روزگار دیده و نفران آبرومند محل همچون طبقه پیشرفت جامعه در بنیاد و نگاهداشت سالمی جامعه و برطرف سازی ظهورات نامطلوب حرف زد. سردار مقامات کارهای داخلی در ولایت ختلان در ادامه از دستور سپارش‌های رهبریت عالی کشور جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی نابالغان جوانان یادآور گردیده افزود که هدایت‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان هر یک ما را وظیفه‌دار می‌نماید که جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی علمی و اخلاقی نسل نورس و جوانان، تربیت این طبقه آینده‌ساز در روحیه وطن‌دوستی و خودشناسی و پیش از همه دوست داشتن مقدسات و ارزش‌های ملی تمام قوای واسطه‌ها را سفربر نماییم. در فرجام رئیس ناحیه واسع برآمد نموده قید نمودند که جهت از بین بردن ظهورات‌های نامطلوب و خلل‌دار کننده ثبات و آرامی دست جمعانه تلاش می‌ورزیم.
امروز در مملکت جهت نتیجه‌گیری فعالیت ساختارهای دولتی در 6 ماهه اول سال 2024 نشست‌های مطبوعاتی رهبریت وزارت و اداره و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و نویه‌ها آغاز یافت. ضمن نشست خبری رهبریت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد که اشتراک داوطلبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من نسبت به همین دوره سال گذشته 860 نفر زیاد گردیده است. طور اطلاع داده شد امسال در دوره یکم آزمون 5302 داوطلب اشتراک نموده، از این 2755 نفر به دور دوم را خط گرفتند. با نتیجه گیری از فعالیت 6 ماهه وزارت گفته شد که در تئاترهای کسبی کشور 27 اثر نو صحنوی گردید. از این شماره در تئاترهای پایتخت 11 نمایش و در تئاترهای منطقوی 16 نمایش روی صحنه آمده است. در جواب به سوال خبرنگاران قید گردید که مؤسسه‌های نشریوی وزارت در این دوره در مجموع 23 نامگوی کتاب را با تعداد 39500 نسخه به مبلغ 1,282,404 سومانی به تبع رسانیدند. فروش کتاب 25065 نسخه را به مبلغ 637,487 سومانی تشکیل داد. در جریان نشست خبری اوید به دیگر سمت‌های فعالیت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به روزنامه‌نگاران معلومات داده شد. امروز همچنین در وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان با اشتراک دایره وسیع نمایندگان وسایط اخباری عامه نشست خبری برگزار شد. اطلاع داده شد که در دایره اعلان سالی معرفت حقوقی از جانب وکالتدار اوید به حقوق انسان یک قطار کارهای ضروری سامان داده شده. در این زمینه چاره‌بینی‌های علمی معرفتی برگزار کرده شد. همچنین امید بابازاده اطلاع داد که در دوره حساباتی در نمایندگی‌های وکالت اوید به حقوق انسان 581 مراجعت به قید گرفته شده، از این 14 عدد مراجعت‌های شخصانی واقعی به حقوق مثبی حل گردیدند. ذکر رفت که با مقصد مساعدت به تکمیل قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در ساحه حقوق انسان کارمندان دستگاه مرکزی وکالتدار لایحه 36 سند معیاری حقوقی را مورد آموزش قرار داده خلاصه‌ها پیشنهاد نمودند. همچنین در این دوره کارمندان ساحه مذکور در فعالیت 36 گروه کاری و 7 مرافعه سودی اشتراک نمودند. در نتیجه تطبیق شدن برنامه تامین اهالی جمهوری تاجیکستان با آب آشامیدنی برای دوره تا سال 2032 اهالی تمام شهر و نویه‌ها و دهه‌ها، جماعت‌ها، کوچه‌های مملکت با آب نوشاکی تامین خواهند شد. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی معاون دیرکتور کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی رجب علی رسولزاده اطلاع داد. تاکید گردید که برنامه مذکور با مبلغ‌گذاری بانک جهانی پیشنهاد گردیده از جانب شرکت استرالیایی گیدروفیل در همبستگی با متخصصان دخلدار ساحه تهیه گشته است. برنامه جهت تامین اهالی با آب نوشاکی و رفع آب‌های پرتاب در دهات جمهوری مبلغ گذاری می شود. گفته شد که اگر برنامه تا آخر سال قبول گردد پس آن برای سالهای 2024-2032 عملی کرده می شود. در دایره این برنامه تمام شهر و نویه‌ها و دهه‌ها، جماعت‌ها، کوچه‌ها به نوبت گرفته شده است که آنها با آب نوشاکی تامین و نقطه‌های آب‌های پرتاب تجدید و برقرارسازی خواهند شد. امروز همچنین رهبریت کمیته تلویزیون و رادیو نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان از فعالیت خود در نیم ساله اول سال 2024 نتیجه گیری کرده. اطلاع داده شد که بایگانی کمیته تلویزیون و رادیو در 6 ماه سال جاری به خزینه بیش از 1356 مواد تلویزیونی برابر به 318 ساعت که از گزارش، برنامه و فیلم‌های مستند عبارتند برای نگهداری پیشنهاد شده است. همچنین 11 مواد مکمل و نواری نمایش‌های ادانه که در 6 ماه سال 2024 با اشتراک و سخنرانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برگزار گردیدند به خزینه وارد کرده شد. ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داده شد که عین زمان در مملکت 101 شبکه دولتی و خصوصی تلویزیون و رادیو و استودیوها استحصال محصولات آدیوویزوالی از جمله 15 تلویزیون و 10 رادیوی دولتی، 18 تلویزیون خصوصی، 16 تلویزیون نقلی، 4 تلویزیون IP، 24 رادیو خصوصی و 14 استودیو استحصال محصولات آدیوویزوالی فعالیت دارند. یکی از طلبات زمانی معاصر این گذاشتن به پخش رقمی تلویزیون و رادیو می باشد. در این سمت کارها با مرام ادامه داشته فایز فراگیری اهالی جمهوری با برنامه‌های شبکه‌های تلویزیون و پخش رقمی سال از سال می افزاید. اطلاع دادند در نشست خبری.
فعالیت هیئت ایجادی و تکنیکی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه در نیم ساله یکم سال 2024 با ترغیب و تشویق سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص در ساحه فرهنگ روانه گردیده بود. در دوره حساباتی در برابر تبلیغ فرهنگ کهن بنیاد خلق تاجیک و انعکاس حیات مدنی کشور، همچنین در برنامه‌های این شبکه تلویزیونی موضوعهای مهم موردی بررسی قرار گرفتند. این نکته را رهبریت مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه ضمن نشست خبری در جمع روزنامه‌نگاران تاکید داشتند. ذکر گردید که طی نیم ساله اول سال روان وابسته به تربیت وطندوستی و وطنپرستی، مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک، ترغیب طرز حیات سالم، صفتی تعلیم، استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق، رشد صنعت، فعالیت کارخانه‌های استحصالی، مقام زن در جامعه، تکمیل اختصاص و آماده کردن کادرهای بالایوقت، ساحه کشاورزی و باغداری، برنامه‌های گوناگون تلویزیونی تهیه و پخش گردیدند. تذکر داده شد که شروع از اول سال 2024 وابسته به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی دو سلسله برنامه، داستان و شاهنامه‌خوانی تهیه و پیشنهاد بینندگان کرده شد. در طول 6 ماه اول سال 2024 اداره تهیه و دوبلاژ فیلم‌های مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه 30 فیلم بدیهی را در حجم زیاده از 50 ساعت در موضوعهای گوناگون ترجمه و دوبلاژ کرده پیشنهاد بینندگان گردانید. اطلاع داده شد در نشست خبری. جهت در سطح بلند تشکیلی و فرهنگی تجلیل نمودن جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شروع از 16 ایول تا 6 سپتامبر سال 2024 در اساس نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون در نزد تئاتر ولایتی موسیقی مزسکوی با نام عطا محمدجانوف و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر باختر برگزار نمودن چهاربینی‌های فرهنگی فراغتی از جانب تشکیلات و مؤسسه‌های ولایتی برآمده شده است. همکارانمان از رفت برگزاری این چهاربینی فرهنگی گزارش آماده نمودند که منظور شماست. چهاربینی فرهنگی فراغتی زیر عنوان شکوه استقلال با اقدام و تشبس‌های سازنده کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلون در نزد بینای تئاتر ولایتی موسیقی مزسکوی به نام عطا محمدجانوی شهر باختر دایر کرده شد. در چهاربینی رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلون، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون و معاون رئیس شهر باختر اشتراک نمودند. نخست هیئت اشتراکداران چهاربینی از نمایش هنرهای مردمی شهر و نواحی ولایت ختلون که با یک آمادگی خوب به معرض تماشا گذاشته شده بود دیدن نموده به هر یکی از این هنرمندان چیره دست بهای ارزنده داده شد. در ادامه چهاربینی رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلون ضمن برآمد خویش ابراز داشت که با شرافت صاحب استقلالی، برکت صلح و آرامی و وحدت ملی در کشور ما در مرحله کوتاه تاریخی رشد باثبات تامین گردیده، سطح و صفت زندگی مردم در دایره تطبیق 4 هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان، تامین نمودن امنیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی، تامین امنیت آذوقه‌واری و صنعت کنونی با سرعت کشور زینه به زینه بهتر می‌گردد و با سعی و تلاش وطن‌دوستانه خلقمان تحتی را برای پیشروی معظم ملت با قدم‌های استوار به پیش می‌رویم. واقعاً هم استقلالیت والاترین و بزرگترین دستاورد مردم تاجیک میباشد که اینک دوام 33 سال می شود که مردم سربلند تاجیکستان با یک حس افتخار وطنداری و دولتداری این جشن با شکوه را تجلیل می نمایند. در دوران صاحب استقلالی کشور دستاوردها نهایت زیاد است که هر یک این سهم نظررس پیش از همه مردم سربلند تاجیک تحت راهبری سرور معظم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. امروز تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان دولت ما صاحب استقلالیت تنجی و آرامی می باشد که مردم شریف جمهوری تاجیکستان تین در فضای تنج و آرام عمر به سر برده ایستاده است. این میوه به بهای استقلالیت می باشد. ثروت بهتر از استقلال نیست، حاجت دیگر به قیل و قال نیست. البته حق به جانب شاعر است که استقلال خود عطای خداوندی است که نه به هر یک ملت و خلقیت داده می شود و البته ما از زمره مردم خوشبخت جهان حساب می رویم که قریب 33 سال زیر لیوای
استقرار و صلح و استقلالیت کامل عمر به سر میبریم و البته تمام اون تحولات و پیشروی‌هایی که در این دوران در کشور آفتابروی ما تاجیکستان عزیز شده گذشتن باعث قید و باعث البته فخر و سرفرازی است. همزمان قید نمودند که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون زاده دوران استقلال با ابتکاری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد افاده امید و آرمان‌های بالاترین مردم شریف تاجیکستان تأسیس یافته محض با رسالت مردم سالاری، سازندگی و بنیادکاری و ترغیب غایه‌های بزرگ وطن دوستی و خودشناسی در جامعه موقع خود را صاحب شد. این مکتب بزرگ را با افتخار مکتب سیاسی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عنوان نمودیم و سبق اندوختن، اعضا بودن و فعالیت نمودن در آن را افتخار خود می حسابیم. امروزها تنتنه‌های استقلالیت در تمام سراسر کشور عزیزمون طنین انداز است و ما حرکت میکنیم که در فعالیت منبع‌های خود صلح و ثبات و آرامی و وحدت را پیوسته ترغیب و تشویق نموده سهمی باز هم ارزشمند و بی‌نظیر خود را گذاشته باشیم. قسمت دیگری چاره‌بینی فرهنگی با پیشنهاد برنامه رنگین کنسرتی هنرمندان خطلان زمین بهر بالیدروحی حاضرین عبارت از سرود و ترانه‌های ترنمگری صلح و دوستی، صداقت به وطن و وطنداری، استقلال کشور و وحدت ملی انجام یافت. از سبب قطع شدن تکنولوژی اطلاعاتی جهانی در دنیا نزدیک 8.5 میلیون کامپیوتر از کار باز ماند. طبق اطلاع شرکت مایکروسافت مشکلات تکنیکی در سراسر جهان به فعالیت فرودگاه‌ها و کارخانه‌ها تاثیر رسانیده است. در ولایت سراتف روسیه باغ حیوانات فعالیت می‌کند که در آن اساساً جانورانی از مرگ نجات یافته نگاه داشته می‌شوند. شرحی چند خبر از خارج کشور در صحیفه نوبتی برنامه. مایکروسافت تخمین می‌زند که